همه شما تسلیت میگم و این روز رو که با هماهنگی‌های خیلی زیاد موفق شدیم که این امانتی رو به این سرزمین بازگردانیم. از همه شما سپاسگزارم، از همه کسانی که ما رو همراهی کردن و این راه رو با ما همراه شدن. فریاد که از عمر جهان هر نفسی رفت، دیدیم که از این جمع پراکنده کسی رفت. امروز اون روزی هست که من سالها در نگرانیش بودم، هیچ تصوری نداشتم، ولی امروز اینجا ایستادیم همراه هم تا لحظات دیگه پیکر شریف پدرم رو، سایه رو به این خاک به امانت بگذاریم. سایه با زبانش، با شعرش حرفاش رو ما زده، هیچ حرف اضافه دیگه نداشته، همه حرفاش رو با این اشعار درخشان به ما منتقل کرده و امیدوارم که چه من چه خانواده چه همه مردم این پیام ها رو به گوش جان بشنویم، بخوانیم و در تمام لحظات زندگیمون با اون همراه باشیم. به اعتقاد خودش بارها این رو گفته بود، کسی که با مردم با صداقت و صمیمیت صحبت میکنه، مردم قدرش رو میدونن و پاسخش رو میدن. امروز روز بزرگی برای همه ما ایرانی ها. با بازگشت سایه به وطن، آرزویی که همیشه داشت، بارها در سفرهاش رفته برگشته به خاطر خانواده در دوری از ایران و امروز خانواده سایه رو به وطن برگردونده و آرزو داره که در این خاک همونطوری که خودشون خواستن به خاک سپرده بشن و این امانت رو ما به شما می سپاریم. امیدوارم که به هر شکلی که میتونید پاسدارش باشین و در غیاب ما به این خاک سر بزنید. من نمیدونم چه روزی از رشت برمیگردم به تهران. برادر من فردا، برادر دیگه هم ممکنه پس فردا برگردم به تهران و عازم آلمان بشم. من هم به هر حال باید برگردم، ولی از شما خواهش میکنم هر کدوم از شما امکانی دارید بر سر این مزار حاضر باشید، فراموشمون نکنید و با کلام خودش، با کلام شعر، با اون چیزی که تا دقایق آخر زندگیش با شعر موند و دائما تحسین شاعر از زمان رودکی تا امروز رو داشت، در واقع با همون زمان، با همون میراثی که به ما رسیده شما همون رو پاس بدارید و با آیندگان بسپرید. امروز نگاهی داریم به گذشته و نگاهی داریم به آینده، فرزندانی که در آینده خواهند بود و شعر سایه رو چه در این شهر، چه در این سرزمین، چه در هر جای جهان به زبان زیبای فارسی ما خواهند خواند. من وقت شما رو بیشتر از این نمیگیرم و از آقای جلالی خواهش میکنم، احمد جلالی که
نماینده زمانی نماینده ایران در یونسکو بودن. خواهش میکنم که چند کلمه صحبت کنم. ممنون.